چاره‌ای جز مذاکره نیست. این حرفی است که من همین پریروز به تیم آمریکایی گفتم و اتفاقا حضور اونها در میز مذاکره با همین منطقه دیگه، چون راههای دیگر امتحان کردن و مذاکره وقتی به نتیجه خواهد رسید که بر حق مردم ایران اذعان بشه و احترام گذاشته بشه و ما بتونیم حق خودمون رو اجرا بکنیم. ما نمیخوایم از کسی حق ما رو به رسمیت بشناسه. حق ما رسمی هست، حق ما وجود داره. ما میخوایم به حق ما احترام و من اعتقاد دارم رمز قدرت جمهوری اسلامی ایران در همین توان ایستادگی در مقابل زورگویی ها و سلطه طلبی ها و فشارهای دیگران هست. از بمب اتمی ما میترسن، ما دنبال بمب اتمی نیستیم. بمب اتمی ما قدرت نگفتن هست به قدرت‌های بزرگ.